من گریه می کنم پس هستم. به تعویق انداختن گریه یا مقاومت در برابر گریستن اصلا نشانه قدرت یا خویشتن‌داری نیست. گریه نکردن به هر بهانه و عنوانی فقط تأیید میکنه که هنوز با این واقعیت کنار نیومدید که خیلی کوچیکید. در جهانی که تمام سیاره شما هم در اون بسیار ناچیزه، گریستن واکنش کاملا قابل فهم هر کسی است که آگاهانه بار سنگین کوچکی خودش رو به دوش میکشه. شاید بشه دکارت فیلسوف معروف فرانسوی رو اینطور تصحیح کرد که من گریه میکنم پس هستم. اگه به هر دلیلی میخواید اشکتون رو سرکوب کنید آزادید، ولی لطفاً با هیچ جمله نخنمایی دیگران رو به این کار دعوت نکنید. گاهی گریستن شجاعانه ترین تصمیم یک انسان بالغه، خردمندانه ترین فعلیه که ازش سر میزنه. مرز مشترکش با جهان پاک کودکیه و شاید ضروری ترین نیازش در اون لحظه است. شاید بشه گریستن رو به آتیش تعبیر کرد. لازم نیست برای خاموش کردن هر آتیشی دست پاچه اقدام کنید. شاید این آتیش گرمای صفا بخشیه که یه آدم بزرگ بهش پناه آورده و خاموش کردنش خیلی ظالمانه باشه. من گریه می کنم پس هستم.